عرض سلام خدمت بینندگان عزیز. امروز در خدمت جناب آقای سفری هستم، احسان سفری، در مورد پمپ و لوازم جانبیش دارم صحبت میکنم که متاسفانه اون روز یک نقص فنی کوچیکی پیش اومد که نتونستم در مورد این کلگی صحبت کنم. میسپارم به جناب آقای سفری در مورد این کلگی عیبشو و سالم بودنش به شما بگن. بسم الله. این کلگی خرابه، هرز میچرخه. بله، یعنی خرابه، آب نمیده. کاسه 90 سالمه ولی بولبرینگش خرابه. این سالمه، ببینید نمیچرخه، کلنگی کار میکنه. به خاطر اونه که این سالمیت. اکثر پمپایی که مثلا دائم دارن کار میکنن عیبشون بس از همین میشه. بله، ایراد میشه. هرز میچرخه. شما همه این لوازم یدکیش دارید دیگه آقای سفری؟ بله. متشکرم. میشه لطفا در مورد نصب و راه اندازی این فیلترها به بینندگان عزیز ما توضیحات بدید؟ قربان شما. فیلتر 1 پپه، فیلتر 2 کربن، فیلتر 3 توریه، فیلتر 4 ممبرانه، فیلتر اصلی 13 لایه 75 گالون. این تصفیه میکنه. پست کربن مینرال، پست کربن اینم مینرال، اینم طعم آب درست میکنن. یعنی اینکه تصفیه میکنه میده مخزن، بعد مخزن برمیگرده پست کربن مینرال طعم آبو شیرین میکنه میده تحویل. لطفا جناب آقای صفایی در مورد این تک تک این فیلترها که در کجای این تصفیه به صورت جایگزینی میشه یه توضیح کوچیکی به ما بدید ممنون میشم. از شماره 1 پپه، شماره 2 پست کربن، شماره 3 که این باشه. بله ایش. بله. 4 میشه ممبران، همون اصلی. 2 تا خروجی داره، یکی واسه فاضلاب، یکی هم تصفیه داخل مخزن. بعد مخزن برمیگرده داخل پست کربن. اینم که مینراله، اینم که فلوه که میره بیرون واسه فاضلابه. در مورد سویچ و اینا هم آداپتورش هم توضیح میدین لطفا؟ این که آداپتور برق رسانی به 4 نقطه دستگاه، موتور، شیربرقی. البته این آداپتورها 2 مدلن، یه مدلشون سویچینگه. بله. اینا همشون 12 ولته. این فرق میکنه، این دستگاه آکواجویی فرق میکنه. اینا 2 تا آداپتور میخوره. یه سری شیربرقیش 220، های پرشر، لو پرشرش هم 220، موتورش 12 ولت. اینه؟ بله موتورشون. این 12 ولت. به خاطر اینکه بینندگان عزیز توجه فرمایید اینجا چون مات مخزنشون به این قسمت نگاه کنید. شماره 1 این میشه، 2 این میشه و 3 اینشه. اینم که درجهشه. درجه اینا در موقع کار کردن 100% باید روی شماره تا ساعت 2 یا 3 بعد از ظهر باید بیاد. ما در اینجا مثلا نمیگیم درجه چند، مثلا شماره مثلا 8 صبح به چرخه میاد روی 3 تا 4. این نشون میده که این منبع سالمه. اگر دقت کنید بعضیا تا ساعت 9 یا 10 دارن کار میکنن، عیب از کلگی این پمپ آبه که آقای سفری توضیحات لازم دادن که این الان سالمشه و این خرابش که میچرخه. بعد عرضم بزرگ شما آقای سفری در مورد قطعه‌های کوچیک مثل زانویی و این بستاشون یه توضیحات ما بدین چیا هستن، چه مدل هستن؟ زانو سوپاپدار، این سراح ساید. بله. چه زانویی، چیز این که بوشنش این معمولیه. زانویی هم که این یکی چی هست؟ اینا یکی ها زانو پمپ. اون در مورد اون چیزا هم آره شیر برقی هم نشون بدی که شیر برقی برای بینندگان از این بدونن به این میان شیر برقی. سراح ورودی آب که داخل دستگاه میاد داخل دستگاه. بینندگان عزیز توجه فرمودین که تمام توضیحات برادرمون آقای سفری دادن. عرضم بزرگ شما بزرگوارا اگه خواستین با پیک موتوری 0937 211 62 40 تماس بگیرین، دستگاه رو صحیح سالم معیوب شما رو میاریم و درست میکنیم و تحویلتون میدیم. هر امری فرمایش باشه با این تلفن تماس بگیرین یا با شماره تلفن 0912 19 39 801 تماس بگیر. قربون شما که وقت برام گذاشتین. خسته نباشین همگی. خداحافظ.